هیچ کس نمیگه دنبال کردن رؤیا همیشه سخت‌ترین راهه. همه ما یه روزی رویای بزرگی داشتیم، ولی ترس و تردید ما رو عقب نگه داشته. شروع کردن کافی نیست. هر روز یه قدم کوچیک به سمتش برداری، تغییر واقعی اتفاق میفته. رویاها مثل گیاهن. اگه روش وقت نذاری، پرورش ندی و از آدمای منفی دورش نکنی، هیچ وقت شکوفا نمیشن. هر روز یه کاری انجام بده. یه ایمیل، یه تمرین، یه تصمیم کوچیک. همین قدمای کوچیک مسیر تو میسازن. شکست و نشنیدنها در واقع چراغ راه هستن. هر بار که زمین میخوری، یه شروع جدیده. حالا سوال اینه. میخوای یه قدم برداری یا دوباره همه چیزو به فردا بسپاری؟ برای دیدن ویدیوهای بعدی و واقعی‌تر، همین الان سابسکرایب کن.